مادران و بانوان ارجمند و خواهران و فرزندان عزیز، همه شما را به افتخار روز مادر، یعنی جشنی که برای همه ما بسیار عزیز می باشد، صمیمانه تبریک می گویم. به هر یکی شما پیش از همه سلامتی و خوشبختی، خانه آباد و روزگار آسوده آرزو می نمایم. بسا رمزی است که این روز مبارک هر سال در روزهای نخستین بیدارشوی طبیعت با نکهت و نفاست بهاری و در عرفه نوروز بین المللی تجلیل می گردد. زیرا زن مادر سرچشمه و آفرنده حیات، رمز پاکی و زیبایی، مخزن مهر و وفا و تجسم زنده محبت و صمیمیت می باشد. مادر نقش و قدر و منزلت او در حیات انسانیت از جانب شاعران و نویسندگان و عالمان و دانشمندان خلق و ملت‌های گوناگون عالم خیلی فراوان و صمیمانه وصف و تصویر گردیده است. از جمله یکی از بزرگان چنین گفته است: مادر زیباترین کلمه است که انسان به زبان آورده است. مادر یگانه معجزه طبیعت است که حتی مرگ نمیتواند ما را از او جدا کند. قلب مادر حدود بی انتهای مهر و محبت، غمخواری و بخشیدن است.